چند روز پیش یکی اومد بهم گفت پیمان من میخوام ماجیک موس بگیرم ولی قیمت‌های عجیب غریبی می‌بینم و مدل‌های مختلفی توی بازار و وبسایت‌ها هست. واقعا نمیدونم چیکار بکنم. من رفتم خودم یه سرچی زدم و دیدم که عجب چه خبره. یه داستان عجیبی داره این ماجیک موس توی بازار ایران. نتیجهش این شد که توی این ویدیو میخوام به این قضیه بپردازم و در مورد این داستان و حالا قیمت‌ها و هر چیز دیگه‌ای که هستش رو بهتون بگم و امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو توی خرید ماجیک موس دقت بکنید تا توی پاچتون نره. من پیمان حسینی هستم و سعی می‌کنم تو کانال یوتیوبم محتوایی از دل تجربه خودم بهتون در قالب یک ویدیو انتقال بدم. اگه دوست داشتین حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید و لایک کنید و بریم ادامه ویدیو. اولا بگم مزخرف‌ترین کالای اپل از قدیم تا الان همین ماجیک موس اپله. چرا که اونقدر کارایی نداره و شما با یه موس یه تومانی یا حتی زیر یه تومانی میتونی کامل کارت رو بندازی و حتی کارایی بیشتری برات داره. منتهای مراتب خب این موس مخصوص آدم‌های اداییه و خب این ویدیو رو اینجوری درست کردم که حداقل این آدمای ادایی اونقدر تو پاچه‌شون نره و کالای اشتباهی رو جای کالای درست بهشون نفروشن و تو پاچه‌شون نکنن. بریم یه سرچ بزنیم تو وبسایت‌ها تا قشنگ دستتون میاد که ببینیم داستان چیه. خب بریم سرچ بزنیم خرید ماجیک موس. ببین یه سری وبسایت‌ها رو اینجا میاره. یکیش الان مثلا همین الواس پایتخته. بازش می‌کنیم زده ماجیک موس 2021 نسل 3. به نظرت وجود داره؟ این یکی رو ببینید. ماجیک موس 3 8 تومن. حالا رنگ مشکیش واقعا گرونتر هم هستش. تو خود وبسایت اپل هم رنگ سفید و مشکی تفاوت قیمتی هستش. ولی ماجیک موس 3 8 تومن. اینم بذار ببینیم کابلش رو گذاشته. بذار ببینیم. دارای کابل تایپ C به لایتنینگ جهت شارژ دیوایس. این تا اینجا دارید دیگه. این گذاشته 5 تومن، این گذاشته 8 تومن. بری بگردی وبسایت‌های دیگه هم هستش که این داستان رو آوردن. حالا مثلا اینجا اپل ماجیک موس 2 اینو مثلا حالا این که زومیته یه چند تا فروشگاه رو گذاشته. بلک فرایدی دیجیکالا ببینیم چند گذاشته مثلا تو بلک فرایدیش. بلک فرایدی دیجیکالا هم که میدونید دیگه داستانش چیه. میبره بالا تخفیف سرگی میده میارتش پایین. بلک فرایدی البته نه دیجیکالا همه اینجوریه. حالا کاری نداریم. اینجا ماجیک موس 2021 A1657 آفرین کدش اینجا زده. سر این کد با هم یه باز بحث داریم. گذاشته 5800. این یعنی نزده مثلا ماجیک موس 2 1 هیچی نزده 3 زده 2021. این منطقیه. عرض کنم خدمت شما که این گذاشته 5800. حالا کاری به این قیمت‌های مختلف نداریم. همیشه تو بازار قیمت‌ها زیاده. مثلا این یکی رو ببینین. اپل NIC مشکیشو گذاشته نزدیک 7 تومن. اینجا هم زده ماجیک موس 3 2021 نیو. عاشق این نیوشم. بیاید حالا ببینیم که داستان چیه. اینم نگاه کن کابل لایتنینگه. بیاید ببینیم داستان چیه. پورت شارژشه تایپ C به لایتنینگ برای شارژ کردنشه. ببینیم که داستان اصلی چیه. بیاید با ماجیک موس آشنا بشید. اولیش برمیگرده به سال 2009 با کد اختصاصی A1296. این ماجیک موس نسل 1. الان بری سرچ بکنی کاملا منسوخ شده و اصلا نیستش دیگه. اون زمانم که اومد یه باتری قلمی یا نیم قلمی میخورد پشتش و کار میکردی باهاش و جالبه بدونید که مثلا اپل توی جعبهش 2 تا باتری غیر قابل شارژ گذاشته بود و حالا مثلا اینو تا سال 2016 میفروخت. 2016 فکر کردی مثلا تصمیم گرفتش که حالا آقا باتری قابل شارژ ارائه بدم. خیر، اومد توی بازار یه دونه شارژر و 2 تا باتری قابل شارژ جدا تحت عنوان لوازم جانبی مک روانه بازار کرد. دقیقاً بلایی که سر آداپتورهای آیفون در آورد و قدیم هم انجام میداده و اینجوری هم دوباره حالا کسب درآمد کرد و حالا کاری نداریم که مشتریاشو اینجوری جذب می‌کرد و باز دوباره پول می‌گرفت ازشون و اینجور بازی‌ها. این کارو انجام داد. ولی الان بری سرچ بکنی کاملا این قضیه منسوخ شده. مثلا مدل‌های دست دومش رو توی وبسایت خارجی ایبی میتونی پیدا بکنی با $25. توی ایرانی هم خیلی باید بگردیم و مثلا من یه چند تایی پیدا کردم که 2 میلیون بودش ولی واقعا ارزش خرید نداره و اصلا توصیه نمی‌کنم. این نسل 1 بود. حالا بریم سراغ نسل دوم ماجیک موس که با کد اختصاصی A1657 سال 2015 روانه بازار شد. اولش رنگش سفید بود. سال 2017 یه رنگ خاکستری هم بهش
بهش اضافه کرد. سال 2021 به خاطر اینکه با رنگ آیمکش ست باشه اومد یه سری رنگ‌های خاصی هم اضافه کرد که روش سفیده ولی زیر کار مثلا آبی میشد، زرد میشد، سبز میشد، صورتی میشد. خلاصه روونه بازار کرد. بعدش سال 2022 اومد اون رنگ خاکستریه رو حذف کرد و یه رنگ مشکی خاص جذاب روونه بازار کرد. طراحی‌ها همونه، ویژگی‌ها همونه، آپشن‌ها همونه. و این مدل نسل 2 با کابلای USB A به لایتنینگ و USB C به لایتنینگ روونه بازار شده. برای اون داستان شارژ کردنش که طراحیش رو همه هم بهش ایراد میگیرن. چرا؟ چون این کابل زیرش میخوره برای شارژ کردنش و عملا تو نمیتونی ازش استفاده بکنی وقتی که تو شارژه و کارایی واقعا چرت و پرتی داره و خیلی هم هستن که نقدش میکنن. منتها اپل بر سر عقاید و آرمانهای خودش همینجوری سفت و سخت وایساده. پس اینو باید جمع‌بندی کنیم که مجیک موس نسل 2 کلاً الان یه رنگ مشکی و یه رنگ سفیدش توی بازار هست که کابلاش USB A به لایتنینگ و USB C به لایتنینگ و غیر از این دیگه چیز دیگه ای نیستش و مابقی منسوخ شده. و حالا اینا هم حالا سفیدش 45 دلاره، مشکیش تقریبا 65 دلاره، 20 دلار معمولا گرونتره و توی بازار ایران بالا پایین بکنی و مالیات و فلان و بیسار و اینا سفیدش باید هولوش همون 4 تومن باشه، مشکیش هم باید هولوش همون 5 تومن باشه. نه دیگه یهو 7 تومن 8 تومن تازه به عنوان اپل مجیک موس 3 بکنن تو پاچتون. اما بریم سراغ آخرین مجیک موس بازار که نسل 3 محسوب نمیشه، همون نسل 2 سال 2015 با همون امکانات، ویژگی‌ها، طراحی‌ها و همه چی. فقط پورت لایتنینگش حذف شده پورت تایپ سی و کابلش هم شده تایپ سی به تایپ سی. دیگه تایپ سی به لایتنینگ نیستش. ببین دقیقاً همونه ها، طراحی، امکانات، ویژگی‌ها، قابلیت‌ها همه چیش همونه و از سال 2015 تا 2024 هیچ تغییری نداده، فقط یه دونه پورت تایپ سی، پورت لایتنینگ رو کرده پورت تایپ سی. یه رنگ مشکی داره، یه رنگ سفید داره که طبق خود وبسایت اپل مشکیش تقریبا 99 دلاره و سفیدش تقریبا 79 دلاره که توی بازار ایران بیاد هنوز نیومده، من هیچ جایی ندیدم. با کلی داستان و فلان و مالیات و از اینجور داستانا احتمالاً مثلا سفیدش باشه روی 6.5 اینا و مشکیش باشه روی 7.5 8 تومن. خلاصه که اینجوریه. موقع خرید دقت بکنید به کابلایی که داخل جعبه هستش و به سال ساختش و به نسلش دقت بکنید. ما اپل مجیک موس 3 نداریم، یه دونه نسل 1 داریم، یه دونه نسل 2 داریم، یه دونه نسل 2 داریم که با کابل تایپ سی به تایپ سیه و سلام. ولی واقعا نمیدونم چجوری خودتون رو میتونید قانع بکنید که یه موسی که از سال 2015 طراحی، قابلیت، ویژگیاش همه چیش تا الان یکی بوده رو بازم برید بخرید و هزینه کنید چون اپل. ببین واقعا اپل برند خوبیه، محصولات فوق العاده داره. الان خود من نمونهش همین مکی که دارم واقعا راضی ام ازش. ولی بعضی وقتا وقتی یه چیزی بده، مخصوصا مثلا اون طراحیش که پورتش میخوره زیرش و عملا بلا استفاده است و خیلی هم نقدش کردن، برید سرچ بزنید هستش. وقتی یه چیزی بده به نظرم بپذیرین که بده، تعصب برند رو نکشین. پیروی کورکورانه میشه نتیجهش یه چیزی مثل ایران حال حاضر. با این حال امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه و اگه قصد خرید مجیک موس رو دارید امیدوارم که توی تله برخی کاسب‌ها و فروشنده ها و اطلاعات ناقص یه سری وبسایت‌ها نیفتین و کالای اشتباهی رو جای کالای درست براتون نفرستن یا بهتون نفروشن و اینجور بازی‌ها. ما مجیک موس نسل 3 نداریم، همون نسل 2 که پورت لایتنینگش شده پورت تایپ سی. دم همتون گرم که تا آخرین ویدیو اومدید. اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید، نظرتون رو بدین و بگید که باز از این ویدیوها بسازیم یا نه، چون میدونم قطعا توی یه سری کالاهای دیگه هم هستش که اطلاعاتش خیلی درست نیست توی وبسایت‌های ما و ممکنه که شما دچار اشتباه بشین و خرید درستی رو انجام ندید. خیلی مخلصیم. همین.